2 روز، فقط 2 روز دیگه مونده بود تا بمیره. تصورش رو بکنید، یه پسر 15 ساله روی تخت بیمارستان، بدنش مثل یه ماشین سیم کشی شده، پر از لوله هایی که به زور دارن باعث نفس کشیدنش میشن و قلبش رو به تپیدن وادار میکنن. اون سرطان خون داشت، ولی این سرطان نبود که داشت جونش رو میگرفت. یه چیز خیلی بدتر بود، یه عفونت قارچی وحشتناک. انگار یه خوره افتاده بود به جون ریه‌هاش و داشت از تو میخوردشون. دکترها یکی از ریه‌هاش رو کامل در آورده بودن تا جلوی این هیولا رو بگیرن، ولی فایده نداشت. عفونت حالا زده بود به اون یکی ریه. دیگه هیچ کاری از دست کسی بر نمی اومد. دکترها دستاشون رو بردن بالا، یعنی تسلیم. گفتن تمومه. خانواده‌اش رو صدا زدن و گفتن متاسفیم، فقط 48 ساعت دیگه وقت داره. فکرشو بکنید، چطور میشه به یه پسر بچه 15 ساله گفت که 2 روز دیگه میمیری؟ رفتن سراغش، گفتن آخرین آرزو چیه پسر؟ یه بچه 15 ساله دم مرگ چی میخواد؟ شاید پلی استیشن جدید، شاید دیدن یه فوتبالیست معروف. نه، یه چیزی گفت که همه خشکشون زد. یه درخواست خیلی ساده و عجیب. گفت میخوام برم بیرون. همین، فقط میخوام برم بیرون، آسمون رو ببینم. تیم پزشکی دیوونه شدن. یعنی چی بریم بیرون؟ این بچه به 1000 تا دستگاه وصله، بردنش بیرون غیر ممکنه، خطرناکه. ولی خب آخرین آرزوش بود دیگه، نمیتونستن نه بگن. زمین و زمان رو به هم دوختن، تختش رو با کلی سیم و لوله و کپسول اکسیژن هل دادن بیرون توی حیاط بیمارستان و گذاشتنش زیر نور خورشید. اونا فکر میکردن این صحنه خداحافظی پسره با دنیاست، ولی اشتباه میکردن. این سلام دوبارهش به زندگی بود و اینجا بود که اون اتفاق عجیب افتاد، اتفاقی که هیچ توضیح علمی براش نداشتن. اون پسر نمرد. روز بعد عفونت کمتر شده بود. روز بعدش نفسش بهتر شده بود. 5 روز بعد از تخت بلند شد و رفت خونش، بدون هیچ داروی جدیدی، بدون هیچ عمل جراحی دیگه‌ای، فقط با بیرون رفتن. چی شد اونجا؟ یه معجزه؟ یه اتفاق شانسی؟ یا شاید یه رازی توی نور خورشید قایم شده که ما کلاً فراموشش کردیم، رازی که میتونه جون ما رو هم نجات بده، یا برعکس فراموش کردنش ما رو آروم آروم به سمت مرگ ببره. خب قضیه این پسر 15 ساله یه جرقه بود، یه جرقه توی ذهن یه دکتر به اسم راجر سهولت. حالا این آقای دکتر راجر کیه؟ این آقا یه دکتر معمولی نیست که تو اینستاگرام بهتون بگه آب زیاد بخورید و ورزش کنید. نه، ایشون فقط فوق تخصص مراقبت‌های ویژه است. میدونید یعنی چی؟ یعنی ته خط کارش تو بخش ICU. بخش ICU جاییه که آدما برای یه نفس بیشتر میجنگن، جایی که سر و کارش با خط پایان زندگیه. وقتی حال یکی اونقدر بده که یه تار مو با مرگ فاصله داره، این آقا رو صدا میزنن. اون کسیه که باید تصمیم بگیره دستگاه ها رو روشن نگه داره یا خاموش کنه. پس خوب میدونه مرگ و زندگی یعنی چی. حالا سوال اینه، یه همچین دکتری که هر روز داره مرگ رو از نزدیک میبینه، چرا باید فکرش درگیر یه چیز ساده مثل نور خورشید بشه؟ چون دکتر راجر متوجه یه چیز عجیب شده بود، یه الگوی تکراری. اون دیده بود که توی بیمارستان مریضایی که تختشون کنار پنجره بود زودتر خوب می شدن و می رفتن خونه. در مقابل اونایی که تختشون اون ته اتاق بود، دور از پنجره، حالشون دیرتر خوب می شد. خب آدم میگه چه ربطی داره؟ مگه نور از شیشه رد نمیشه؟ چرا؟ ولی قضیه خیلی عمیق‌تر و عجیبتر از این حرف هست. دکتر راجر به این نتیجه رسید که ما سالهاست داریم یه دروغ بزرگ رو باور میکنیم، یه دروغی که باعث شده ما خودمون رو توی خونه ها و دفترهای کارمون حبس کنیم و از بزرگترین منبع انرژی و سلامتی دنیا بترسیم. صحبت امروز ما در مورد همین دروغه. صحبت از دکتری که از وسط میدون جنگ با مرگ یه راه نجات ساده پیدا کرد، نور خورشید. خب این دروغ بزرگ چیه؟ دروغی که سالهاست کردن تو گوش ما،
از دکترا گرفته تا تلویزیون و تبلیغات کرم‌های ضد آفتاب. به ما گفتن از خورشید بترس، خورشید دشمنه. گفتن خورشید یعنی سرطان پوست، یعنی پیری زودرس، یعنی لک و چروک. گفتن تا میتونید خودتون رو بپوشونید. اگه یه لحظه میرید بیرون، یه لایه کلفت کرم ضد آفتاب بمالید به صورتتون، انگار میخواید برید وسط میدون جنگ. و بعد برای اینکه خیال ما رو راحت کنن گفتن نگران نباش، راه حلش ساده است. برو داروخونه، یه قوطی قرص ویتامین د بخر، روزی یکی بنداز بالا و خلاص. دیگه لازم نیست بری زیر آفتاب. یعنی چی؟ یعنی تمام خاصیت اون ستاره عظیم و پرقدرت که میلیاردها ساله داره به زمین زندگی میده توی یک قرص کوچولوی سفید خلاصه میشه؟ این خود دروغه. حالا بریم سراغ دکتر راجر. دوران کرونا یادتونه دکتر راجر تو دل آتیش بود، تو بخش ICU. اونجا یه چیز وحشتناک رو به چشم دید. مریضایی که ویتامین د بدنشون پایین بود مثل برگ پاییز میریختن، میمردن. خب دکترها و دانشمندا گفتن راه حلش رو پیدا کردیم، به بقیه مریضها قرص ویتامین د بدیم تا نمیرن. منطقیه نه؟ فکر میکنید چی شد؟ هیچ تأثیری نداشت. قرص دادن به مریضها جلوی مرگشون رو نگرفت. اینجا بود که دکتر راجر فهمید کاسه‌ای زیر نیم کاسه است. ماجرا اصلا ربطی به خود ویتامین د نداشت. گوش کنید، این تیکش خیلی مهمه. پایین بودن ویتامین د دلیل بیماری نبود، فقط یه نشونه بود، مثل چراغ بنزین ماشین. وقتی چراغ روشن میشه مشکل از خود چراغ نیست، مشکل اینه که باک خالیه. ویتامین د پایین فقط داشت داد میزد که آهای این آدم خیلی وقت زیر نور خورشید نرفته. پس اون چیز جادویی که توی نور خورشید هست و توی قرص نیست چیه؟ جوابش یک کلمه است که شاید کمتر شنیده باشید: نور مادون قرمز. این همون نوریه که شما با چشم نمیبینیدش ولی گرماش رو روی پوستتون حس میکنید. این نور مثل یه شارژر بیسیم برای بدن شماست. از لباساتون رد میشه، از پوستتون رد میشه و مستقیم میره سراغ سلول هاتون و بهشون انرژی میده. و اینجاست که دروغ بزرگ رو میشه. میدونستی شیشه های دو جداره امروزی تقریبا تمام این نور مادون قرمز شفابخش رو بلاک میکنن؟ یعنی شما فکر میکنید نشستید کنار پنجره و دارید آفتاب میگیرید ولی در واقع فقط دارید نور بیخاصیتش رو میگیرید. مثل اینه که کابل شارژر رو بزنی به گوشی ولی از اون سر به پریز نزده باشیش. به ما گفتن از خورشید بترس ولی نگفتن که زندگی مصنوعی توی قوطی های سیمانی 100 برابر کشنده تره. به ما قرص فروختن ولی نگفتن که داروی اصلی رایگان و اون بالا تو آسمونه. این همون دروغ بزرگیه که دکتر راجر میخواد فاش کنه. خب اون دروغ بزرگ رو فهمیدیم که ماجرا فقط یه قرص ویتامین د نیست. حالا میخوایم بریم عمیق‌تر، خیلی عمیق‌تر. میخوایم با یه میکروسکوپ نامرئی بریم تو دل بدن، از پوست رد بشیم، از رگ‌ها رد بشیم تا برسیم به آجر سازنده بدن ما، سلول. هر کدوم از ما از تریلیون ها سلول ساخته شدیم. هر سلول مثل یه شهر کوچیکه، توش کارخونه داره، جاده داره، نگهبان داره و مهمتر از همه هر سلول یه موتورخونه داره. یه موتورخونه های فسقلی و خیلی خیلی کوچیک که اسم علمیشون هست میتوکندری. اسمش سخته، بهشون بگیم باتری های بدن. این باتری ها کارشون چیه؟ ساده است. غذایی که میخورید رو میگیرن و تبدیلش میکنن به انرژی. همین انرژی که باعث میشه الان بتونید پلک بزنید، نفس بکشید یا حتی به حرفای من گوش کنید. همش کار این باتری های کوچولوه. حالا مشکل از کجا شروع میشه؟ وقتی جوونیم این باتری ها مثل باتری یک گوشی نو 100% شارژ میشن و عالی هم کار میکنن. ولی دکتر راجر میگه وقتی پیر میشیم قدرت این باتری ها 70% کم میشه. تصور کنید برق خونتون 70% ضعیف بشه. چی میشه؟ دیگه نمیتونید همزمان هم لباسشویی رو روشن کنید هم مایکروفر. فیوز میپره. بدن هم دقیقا همینه. وقتی این باتری ها ضعیف بشن، اگه توی مغز باشن بهشون میگن آلزایمر. اگه توی قلب باشن میشه نارسایی قلبی. اگه توی لوز المعده باشن میشه دیابت.
میبینید ریشه خیلی از مریضی های ترسناک همین ضعیف شدن باتری هاست. حالا یه راز دیگه، هر موتوری که کار میکنه یه آشغال و دود و دم هم تولید میکنه، درسته؟ موتور ماشین گرما و دود تولید میکنه. موتورهای بدن ما هم همینطورن. اینا یه جور زنگ زدگی تولید میکنن که به سلول آسیب میزنه، مثل دودی که موتورخونه رو سیاه و خراب میکنه. خب هر ماشین خوبی برای این گرما و دود یه سیستم خنک کننده داره، یه رادیاتور. بدن هوشمند ما هم یه سیستم خنک کننده داره، یه ضد زنگ طبیعی. و اون ضد زنگ جادویی چیه؟ ملاتونین. ملاتونین که مال خوابه. آره، اون ملاتونینی که شبا مغزتون وقتی چراغا خاموشه میسازه، مثل یه لالایی برای بدن تا بخوابه. ولی دکتر راجر میگه یه نوع ملاتونین دیگه هم داریم که خیلی قوی تره، یه ملاتونین مخفی که کارش خواب نیست، کارش آتیش نشانیه. این ملاتونین مستقیم توی خود موتورخونه، یعنی توی همون میتوکندری ها ساخته میشه تا آتیش و دود و زنگ زدگی رو خاموش کنه و نذاره موتور خراب بشه. و حالا یه سوال بزرگ، سوخت این آتش نشان از کجا میاد؟ چی باعث میشه بدن ما این ضد زنگ حیاتی رو بسازه؟ جوابش همون چیزیه که ازش فرار میکنیم، نور مادون قرمز خورشید. این نور نامرئی مثل یک کلید وارد بدن میشه و کارخونه تولید این ضد زنگ رو روشن میکنه. حالا فهمیدید چرا اون پسر 15 ساله زنده موند؟ اون زیر نور خورشید فقط ویتامین د نگرفت، اون داشت سیستم خنک کننده و ضد زنگ تمام سلولهاش رو فعال میکرد تا با اون عفونت وحشتناک بجنگن. ما خودمون رو از این سوخت مخفی محروم کردیم و بعد تعجب میکنیم که چرا موتور بدنمون به این زودی زنگ میزنه و از کار میفته. خب این نظریه باتری های سلولی و نور مادون قرمز خیلی قشنگه، ولی حرف خالی که فایده نداره. مدرک کجاست؟ آیا واقعا شواهدی وجود داره که این حرفا رو ثابت کنه؟ اینجاست که پرونده ما عجیبتر میشه. مدرک شماره 1، معمای آنفلوانزا در ایران و استرالیا. بیایید به خودمون نگاه کنیم. ماها کی آنفلوانزا میگیریم و مریض میشیم؟ معلومه زمستون، درست؟ مخصوصا دی و بهمن، وقتی که روزا کوتاه، هوا سرده و همه اکثرا تو خونه ایم. شب یلدا رو یادتون بیارید، بلندترین شب سال. همه دور هم جمع میشیم تو فضای بسته و از فرداش موج مریضی شروع میشه. همیشه به همون گفتن دلیلش همینه که دور هم جمع میشیم. حالا بیایید یه سفر خیالی بریم به اون سر دنیا، استرالیا. استرالیا دنیای برعکس ماست. وقتی ما زمستون داریم اونا تابستون دارن. وقتی ما شب یلدا بلندترین و تاریکترین شب سال رو داریم و تو اوج سرما هستیم، استرالیایی ها چی؟ اونا وسط بلندترین و روشنترین روز سال و تو اوج تابستونن، دارن لب ساحل آفتاب میگیرن. خب اگه دلیل مریضی جمع شدن آدما تو فضای بسته باشه، پس اوج مریضی ما باید شب یلدا باشه و استرالیایی ها هم که اون موقع همش بیرون و زیر آفتابن اصلا نباید مریض بشن، درسته؟ اشتباهه. حدس بزنید اوج فصل آنفلوانزا و مریضی تو استرالیا کی هست؟ تیر و مرداد، یعنی وسط زمستون خودشون، دقیقاً وقتی که روزاشون از همه کوتاه‌تره و تاریک‌تره. اون شب یلدای ما که برای اونا بلندترین روز ساله، سالمترین وقت سالشونه. ببینید پس ربطی به شب یلدا و دور هم بودن ما نداره، ربطی به تابستون و ساحل رفتن اونا هم نداره. فقط یه چیزه که مهمه، مقدار نور خورشید. هر جای این کره خاکی که روزها کوتاه‌تر و آسمون تاریک‌تر میشه، مریضی هم بیشتر میشه. این یه قانون جهانیه. مدرک شماره 2، ژاکت‌های جادویی در برزیل. این یکی دیگه از اون قبلی هم عجیب‌تره. برگردیم به دوران کرونا. یه عده دانشمند تو برزیل تصمیم گرفتن یه آزمایش عجیب انجام بدن. اومدن یه ژاکت‌های مخصوص ساختن. تو لایه داخلی این ژاکت‌ها پر از چراغ‌های ریز LED بود. ولی اینا چراغ معمولی نبودن. نوری که میدادن همون نور مادون قرمز بود، نوری که با چشم دیده نمیشه. این ژاکت‌ها رو تن 30 تا مریض کرونایی کردن.
برای 15 نفرشون دکمه ژاکت رو روشن کردن، برای 15 نفر دیگه خاموش بود. البته خود مریضان نمیدونستن جزو کدوم گروهن. این نور نه گرما داشت نه رنگی داشت، هیچی، فقط یه نور نامرئی بود. اون گروهی که LED های ژاکتشون خاموش بود به طور متوسط 12 روز تو بیمارستان موندن، اما اونایی که LED های ژاکتشون روشن بود و داشتن اون نور نامرئی رو دریافت میکردن فقط 8 روز تو بیمارستان موندن. 4 روز زودتر رفتن خونه. فقط با روزی 15 دقیقه پوشیدن یه ژاکت با نور نامرئی. 4 روز تو بیمارستان یعنی یه عمر، یعنی فرق بین مرگ و زندگی. ببینید، از یه الگوی جهانی تو استرالیا تا یه آزمایش مستقیم توی بیمارستان تو برزیل، همه دارن به یه چیز اشاره میکنن. یه نیروی شفابخش قدرتمند توی نور خورشید هست که ما به کل فراموشش کردیم. خب تا اینجا فهمیدیم که خورشید فقط یه ستاره داغ در اون بالا نیست، بلکه یه جور شارژر و دکتر رایگان برای بدن ماست. ولی دکتر راجر سهولت میگه این فقط یه تیکه از پازله. اون میگه سلامتی ما 8 تا ستون اصلی داره، مثل پایه های یه خونه. اگه یکیشون بلنگه کل خونه کج میشه. اسم این 8 تا ستون رو گذاشته آغاز جدید، نیو استارت. ما تا حالا فقط در مورد حرف S یعنی سانلایت، همون نور خورشید حرف زدیم. حالا بیایید بریم سراغ چند تا ستون دیگه، چون اینا هم به اندازه نور خورشید شما رو متعجب میکنن. ستون اول، آب، واتر. وقتی میگم آب، اولین چیزی که میاد تو ذهنتون چیه؟ این که آب زیاد بخوریم، درسته؟ خب این که معلومه، ولی راز اصلی دکتر راجر توی آبی که میخوریم نیست، توی دمای آبه. گوش کنید، وقتی مریض میشید و تب میکنید، اولین کاری که میکنید چیه؟ میدوید یه قرص تببر میخورید تا تبتون بیاد پایین. دکتر راجر میگه این بدترین کار ممکنه. تب دشمن شما نیست، تب سرباز شماست. وقتی یه ویروس میاد تو بدن شما مثل یه فرمانده باهوش عمدن دمای خودش رو میبره بالا. چرا؟ چون ویروس ها توی گرما نمیتونن تکثیر بشن. بدن داره آشغالا رو میسوزونه، ولی ما با خوردن قرص تببر داریم به این فرمانده میگیم هی آتیش رو خاموش کن، بذار دزدار راحت کارشونو بکنن. ما داریم علیه بدن خودمون میجنگیم. حالا راز اینجاست، ما میتونیم عمدن برای خودمون تب مصنوعی درست کنیم. چطوری؟ سونا، حمام داغ. مردم فنلاند رو ببینید، اونا قرنهاست که هفته‌ای چند بار میرن سونا. الکی نیست که یکی از سالمترین مردم دنیا. اونا دارن سیستم ایمنیشون رو با گرما همیشه آماده باش نگه میدارن. ستون دوم، هوا. خب هوا هم که معلومه باید هوای تمیز تنفس کنیم. نه، قضیه به این سادگی نیست. راز اصلی توی چیزیه که همراه هوا تنفس میکنیم. وقتی میرید تو دل یه جنگل چی حس میکنید؟ یه آرامش خاص، درسته؟ این فقط به خاطر قشنگی درختان نیست. درختان یه جور عطر نامرئی از خودشون تو هوا پخش میکنن. این عطر وقتی میره تو ریه شما مثل یه پیام رمزدار میرسه به سلولهای ایمنیتون، به اون سربازهای قاتلی که کارشون پیدا کردن و کشتن سلولهای سرطانی و ویروس هاست. این عطر نامرئی این سربازها رو از خواب بیدار میکنه، مسلحشون میکنه و میفرستدشون برای گشت زنی. ژاپنی ها به این کار میگن حمام جنگل. و نکته جالبش اینه، تحقیقات نشون داده فقط یه روز بیرون رفتن و قدم زدن تو جنگل سیستم ایمنی شما رو تا 7 روز قوی و آماده نگه میداره. و ستون آخر عجیب ترینشون، ستونی که علم مدرن معمولا مسخرش میکنه، حرف T در نیو استارت، یعنی تراست، اعتماد یا همون ایمان. یعنی چی؟ یعنی دعا کنیم خوب میشیم؟ نه، دکتر راجر از یه چیز عمیق‌تر حرف میزنه. میگه استرس مثل سم آروم آروم بدن رو از تو میخوره، مثل اسیدیه که میریزی روی آهن. وقتی شما همیشه نگرانید، همیشه ترس دارید، همیشه عصبانی هستید، این سم داره تو رگ‌هاتون جریان پیدا میکنه. حالا ایمان یا اعتماد اینجا چیکار میکنه؟ ایمان مثل یه پادزهره،
مهم نیست به چی، به خدا، به طبیعت، به یه نیروی بزرگتر. وقتی شما باور دارید که تنها نیستید، باور دارید که یه تکیهگاه بزرگتر دارید، مغزتون از حالت جنگی و آماده باش در میاد و آروم میگیره. اون کارخونه تولید سم استرس تعطیل میشه. یه تحقیق خیلی عجیب نشون داده آدمایی که باور دارن خدا اونا رو بخشیده، خودشون هم آدمای بخشنده تری میشن و همین بخشندگی باعث میشه کینه و استرس کمتری داشته باشن و در نتیجه بدنشون سالمتر باشه. یه زنجیره عجیبه، نه؟ از یه باور قلبی تا سلامت جسمی. خورشید، آب، هوا، ایمان، اینا چیزای جدید و عجیب و غریبی نیستن. اینا دفترچه راهنمای بدن ما، دفترچه‌ای که ما گمش کردیم. حالا ما خودمون رو گول میزنیم. ما یه زندگی مصنوعی برای خودمون ساختیم، یه زندگی توی قوطی‌های بتونی زیر نور لامپ‌های LED با هوای کولر گازی. صبح که از خواب بیدار میشیم اولین چیزی که میبینیم نور موبایله، سر کار نور مونیتوره، شب نور تلویزیونه. روزهای ما تاریکه و شبهای ما روشن، دقیقاً برعکس چیزی که بدن ما برای اون ساخته شده. ما میلیون‌ها تومان پول خرج میکنیم برای باشگاه، برای قرص‌های تقویتی، برای دکترای جور و جور تا شاید چند سال بیشتر عمر کنیم، در حالی که قوی‌ترین و بهترین داروی دنیا رایگانه، اون بالا تو آسمونه و ما داریم ازش فرار میکنیم. یادتونه اون پسر 15 ساله رو؟ اون پسر توی آخرین لحظات زندگیش وقتی فقط چند ساعت با مرگ فاصله داشت چی درخواست کرد؟ اون دنبال تکنولوژی نبود، دنبال داروهای جدید نبود، اون دنبال یه چیز باستانی بود، یه چیزی که تو خون همه ماست. اون فقط میخواست برگرده به تنظیمات کارخونه بدن ما و همین نجاتش داد. پیام دکتر راجر، پیام این صحبت امروز همینه. از قوطیاتون بیایید بیرون. فقط برای چند دقیقه در روز موبایل رو بذارید کنار، برید زیر آسمون، حتی اگه هوا ابریه نفس بکشید، اجازه بدید بدنتون خودش رو شارژ کنه. باید گفت که بزرگترین راز سلامتی اصلا راز نیست، فقط حقیقتیه که ما اینقدر توی دنیای مصنوعیمون غرق شدیم که دیگه یادمون رفته. بدرود.